گوداریا رادیوی ریو تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گودارین دلال رادیوی ریو تزوند کارم ببین تور اینترنتی و ناونی شانی مالپر ریو تزه نقطه کم ایرو شمیه سسی ایلونیه گوداریا دنگو بحثن هفتیه کی بکن هات راگیاندن که هفلیر و بغدا سرخابون کردستان الهف کردنه و دو شاند بویه که بکانینه. روز دوشنبه وی هفته 29 تابوکی سال 2016 سرکوزیر حریم کردستانی نیجیروان برزانی سرکتیا شانده که پای بلندیا کردستانی سردان بغدای کرد و الگل سرکوزیر عراقی هیدار عبادی و چند برپرس دنیان عراقی جویا. سروکی دیوان سروکتی حریم کردستانی فؤاد حسین تفبیوینه که داخیا کرشان در حریم کردستانی در سردن و جاری ابو بغدای و جویدن گل رایدرین عراقی دا به فرمی و بزلالی بحث و سرخابون حریم کردستانی کرن و اف پرس یک بجارین سرکه ین گوتو بیجان بویه. فؤاد حسین مجب ویره کفتن حکومت حریم کردستانی و حکومت عراقی سرمجار سرخابون کردستانی کرد و دست نشان کرد. سروی بجاری هر دو آلیان هف کرن که دو شاندان پیک بینن یک لهولیری و یادن جی بغدای دا که همو آلیان وی جاری گنگ شبکن درباره دوسیای پترولی و ناکوکین نوبر کردستان و عراق داجی سروکی دیوان سرکتی حریم کردستانی دبیجه گوتو بیش دوی جاری دا بحث پترول حریم کردستانی نه هات کرن تنی بحث پترول کرکوکی هات کرن و رکفته دک جیل سروی هات کرن الگوری وی رکفته دا روزانه 150,000 برمیل پترول کرکوکی وی هنردای درو بکرن او پترول دبریا بوریا کردستان جهان بفروتن نیوی اوی دیش حریم کردستانی را به و نیوی دنجی بو شرکت صومه به اپراسیون جرابلوسی بناوی مرتال فرات یش علی ارتش ترک و هات دست بکرن دروژن بردوامه انجمن لشکری جرابلوسی هزین خو وکشاندن باشوری جمعی ساجوری کد کبه باشوری جرابلوسی انجمن لشکری جرابلوسی درباره شر و آلوزین باشوری جرابلوسی و پیشاتن وی داوی دا دخشنی کشاند که انجمن لشکری جرابلوسی شبو پراستن ولاتین سیویل شتو باران و بو باران ارتش ترکی و کومن چقدار ین سردش برای سوریه و بریار دایک هزینش باشوری جرابلوسی پاش و وکشاندن هزین انجمن لشکری یا جرابلوسی پشتی ویکیت که ارتش ترکیه و چقدارین ارتش آزاد یا سوری ین به پشگیری ترکیه جرابلوس کنترل کرنه تیم چند روزن بریدا چند جران چپر و برگین شروانن وی انجمنین دان ارتش ترکیه رگیان دبو که فرکین وی چند نوندن یپیگی و هزین سربی باشوری جرابلوسی دای بربومبین و ایدیا کرد 25 شروانن یپیگی جیان خوش دست دانه لیبل یپیگی اویکرات کرد و داخل کردن که قربانی کسین سیویل بونه. روانگی سوریه مافین ورو چنوش بروی راگیان کد انجام بمباران فرکین ترکیه دل باشور جرابلوسی 35 ولاتین سیویل جیان خوش دست دان و نزدیک 40 کسان جبرین دار بونه. ارتش ترکی سیویل کتابخی جاردن دست بمباران در دور جرابلوسی کرد و راگیان توپخانه وان جاردن چند جید نو آخر سوریه دا توباران کرنه و فرکین شیرین وی ولاتیجی چند نوندن چکدارن دانه بر بمبیان سر فرمانداری ارتش ترکی داخلی که دا راگیان هشتمین روز اپراسیون مرتال فرات دا وان هر دو دورین زنگار و کلی دانه بر توپان و بمبین و وان دورن دا 25 آرمانجا خستیه و 307 گلین توپی آویتنه وان آرمان جان. پارلمانتاری که آکی پارتی دیلوکی گوت آرمانجا ترکیه اوکا جرابلوسی حتی افرین 100 کیلومتر دریجایی و 45 کیلومتر برایی بکوه هندری سوریه. اپراسیون ترکیه ناو آخا سوریه دا بناوی مرتال فراتی که روز 24 تابوکی هفکاری ارتش آزاد یا سوریه جرابلوسی دست بکر بدوان دکه. هنگی و اف بیار روزوا گرم یا کردستان ترکیه و روزلات ناوینه. پارلمانتاری آکی پارتی باجاری دیلوک راگیان که نه ترکیه نجی ارتش آزاد لسر آگر بسته که حسیدی را الهف نکرنه. گوتناوی پارلمانتاری ترکیه ندخواست پیده در بازی روزوای فراتی ببه. آمریکای پشگری دابوی هلوستی پشت را پیده من بیش دست خست و دست به پاقشیا نجادی کرن حتی که پیده نیسر گوتنا ترکیه اف باورناکن که رکفتن نکل سر آگر بسته پیک بی. اشخواه علیکاری سروکی آمریکای جو بایدن جی دما سریدان ترکیه کر گوته بکو پیده وکش روزلات چای بفراتی لی اف یک چی نبو. وان دمانا پرسا که هیری زیدتی پرس کرن گلو آرمانجا سرکی و داوین ترکیه جرابلوس و روزوای کردستانی چیه؟ آرمانجا دایش یان هسته و هیپ
بگیه یانجی آرمانج ترکیه هر دونه یانجی گلو ترکیه دخزل روجاوا و سوریه ماینده به گور پارلمانتاری آکپی آرمانج که ترکیه یا کل سوریه بمینه تنه و پشتی کوپراسیون انجام بو و گیشت آرمانج خو ده هنگی ترکیه هزین خو و بکشینن گوتنا وی پارلمانتاری گرتنا من بیجی یکش آرمانج ترکیه امریکا دخزه که ترکیه به روجاوای جرابلوسی و دخته که تنگ دا به پیش و بکوه گوتنا پارلمانتاری آکپی لیبل وی که افنا خزن جبرکو گر ترکیه و سوریه 45 کیلومتر برپندر و نچه نکاره مترسی و خطرین هی جناف ببه دی ارتش آزاد یا سوریه به پشگیری ترکیه هم بر به باشور جرابلوسی و همجی به بر روجاوای جرابلوسی و پیش بکوه ریوبری و حکومت ترکیه پشتی دربای لشکری 15 تیرمی بریار گرد که باریگین لشکری نو باجیر ولکن و وگویزن دربای باجیر ترکیه هزین خواهین لشکری بپرانی ودگویز باجارین باکوری کردستانی و بطایبتی ودگویز سرسینوری باکور و روجاوا وزارت بهره‌ای آمریکای پنتاگون بداخیانی که بدنگی خیالم بر شهر جرابلوس دا اشکره کرد که نوبر ارتش آزاد یا سوریه یا به پشگیری یکیناین پاراستان گل و هزین سوریه دموکراتیک یا پشگیری یکیناین پاراستان گل تیمشاندن پنتاگونی دیار کرد که افجنیزیک و پیوچوناند شوپینن و رفشی ریوبری آمریکای قبول ناکه وزارت بهره‌ای آمریکای بانکس آلیان کرد که پشگیری که خواب بریا دیالوگی چارەسەر بکن و گوت کش بو بداوی کردن پیوچونان واشنگتن کاره رولک عالی کار ببینه. پیدار وزارت درباره روسیه ماریا زاخارova روز چهارشنبه درستاتن روزنامه‌وانی دا بانک ترکیه کرد دا که خواهش بوم با بران کردن و شهر دژی گروپین اتنیکی دور بخه یعنی سوری شهر دایش دکن جوانا کردن آژانس رویترز گردخیانین روزنامه‌گری ین پیدار وزارت درباره روسیه رادگینه که کرد لسوری شهر دایش دکن و هروا هنه گروپین دن ین اتنیکی نام ترکیه وان بوم ببران بکه سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان بونه روز سی تباخی کل ترکیه وکه روز سرکفتن و مزن تبناف کرن پیامک دا ترکیه دی با پاراستن ولاتین خواه هم ناخواه همجی ولاتین جینار پینگاوین پیویز باوجه و بوبه که آمده اپراسیون جرابلوسی نشانه و بریاریه و گود که دست بکرن اپراسیون جرابلوسی جی بلیدان داعش پکک و یه پکه بناف کرد و دا کفشید دی اپراسیون حتی که گفین وان آلیان سر ترکیه را نبه بردوام بکه نوچه پروری یا سرت دنجام شرید نوبر گریلاین پککی و لشکرین ارتش ترک دا لشکر کات کشتن و یک جبریندار بو هریم دوگان یا نوچه پروری دا گریلاین پککی بچکین لولادریش گیریش لشکرین خالا کنترل کرن هات گوتن دمک دریش اپراسیون بردوام بو و هلیکوپتر جی چونه هریم بویاری لوان بیدلیس و درسیم نوبر هزین ابلکاری ترکی و گریلاین پککی دا شر و پیفچونین دجوار دا قومن دنجام دا لشکرک و جردوانک هاتن کشتن و دو لشکر جبری دار بود. الگوری آگاداریان در سیمجی اپراسیون و پیوچون بردوان دکن. چپامنی ترکیه راگیون کت پیوچون جای تندوره که دا سی جردوان و لشکر کات نکشتن و حیجده کش جبری دار بونه. شورمند انجمن آسایش هرم کردستان مسرور بارزانی راگیاند نه در فتال درخواستن رفراندومی هست. دشمی 29 تباخ شورمند انجمن آسایش هرم کردستان مسرور بارزانی به پارلمانتاری بریتانی ندیم زهاوی را جویا هات راگیاندن که دجوین دا مسرور بارزانی بسا انجام دادن رفراندوم سرخابون و باشور کردستان کرد و راگیاند نه در فتال پیکانینا رفراندومی هست. هر وا بارزانی و ندیم زهاوی دوی هفته دا گوتو بیشل سر پیوندین دو عالی نوبر کردستان و بریتانیا پیشاتین لشکری و سیاسی ین دوریم گیشتی و پیشاتین سیاسی ین هری داویل ایراکی کرد. هفته بوری حکومت ترکیه دبریاره که نویا تکداری باشوری کردستان دا گویتن برسا دانا ویزای دا پیکانی و نرخ ویزای بو هر کسی $30 و بو $250 زیده کرد. کنسولخانه ترکیه رو داخیا کرد که ویزای وی ولاتی دی بوان کسان بپره به که ویزا وان جوالات آمریکا، بریتانیا، ایرلاندا و ولات اندامین شنگن هنه و چند جورندن ین ویزای جی لنبر پره و بمرجن تایبت ده ولاتین هریم کردستانی الگور بریارانو برگتنا ویزا ترکیه جی هر وقت ویزای شنگن دی بریا شرکت و ویز گلوبال به. هفسروکی پارتی یکتی و دموکراتیک صالح مسلم گوت ابتخاذ حکومت هرم کردستان وان را عالی کار به. در بروکسل هفسروکی پیده صالح مسلم پارلمانتو یکتی اروپای درباره رفش روجاوای کردستان و رفش داوی الهرم گوتارک پیشکش کرد.
صالح مسلم دیار کرد که در بازبون ارتش ترکیه بوناو آخا روژاوای کردستان داگرکاریه و گوت ترکیه دخوازه پروژه خال هریمه ببسیری. مسلم آنی زمان که دخوازن دستکت خال روژاوای کردستانی بپاریزن و حکمت هریم کردستان بوان را آلی کار به. در باری اپراسیون ترکیه ناو آخا سوریه دا یا به ناوی مرتال فراتی دا مسلم گوت ترکیه یریشی چکدارین دایشی ناکلی ولاتین سیویل دکه. هسروکی پارتی یکتیا دموکراتیک صالح مسلم را گیاند هر یکش ایرانی ترکیه و سوریه تبی نکوکین خود دشار دجی کردان ده هفکارن هر یکش آمریکا و روسیه جی دباری ویه که بدنگن. هسروکی پارتی یکتیا دموکراتیک صالح مسلم روزنامه شرق الافسد را گیاند که تبی نکوکین وان سوریه ایرانی و ترکیه به هفرا شاری کردان دکن. مسلم آمجه به بدنگی و هر یکش آمریکا و روسیه یا درباره شاری وان دجی کردان کرد. بری نو وزیر برگری آمریکا اشتون کارتر کنگره که روزنامه‌وانی دا رگیون دو بکو ولتی وی نخواسته هف پیمان نوی دجی هف شر بکن. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان رگیون دو بکو اپراسیون جرابلوسی حتی گفو یپگی و دایش دی بردوام به. شالی خواجی بردف کی وزارت برگری آمریکای پیتر گوک رگیون که روبربون ارتش ترکیه و یکی داین پاراستناگل نوچین در دور جرابلوسی جی نرازیبونی و دلگرانی برپرسیارن وی ولاتینه. بردف کی وزارت پاراستن آمریکای پنتاگون پیتر گوک گوت یکی ناین پاراستناگل سوزا دیش روژاوای چمی فراتی پاش و وکشن آنی جی من بیجی اپراسیون پاکش کرنه هیچ دادومه دوی افتقامانیل من بیجی مانه وارن پوچ کرن شروانین جوی هریمه و چند شروانین حسده و اپراسیون دادومینن لحظا سرکه یا حسده لروژاوای چمی فراتی وکشیا یه پگیجی دنوان هزین که وکشیانا دایه. هفتیا بوری بردف کی سرکوبری ترکیه ابراهیم کالن گوت بلا آمریکا دست پشتوانی شروانین یکی ناین پاراستناگل برده جبر که زیانی دادن دنگای پکاتین سوریه. بردف کی سرکوبری ترکیه ابراهیم کالن گوتار خواهی روزنامه دیلی سبای دال ایدیا کرد که هگر پشتوانی ارتش آزاد یا سوریه ورکرن افیز دکورال سوریه همجی دجیری خستن دایش و همجی لمبری هزین سر حکومت سوریه و درب کردن. کنگره دموکراتیک یا گلان کنگره جنن آزاد پارتی هریمن دموکراتیک و پارتی دموکراتیک یا گلان جبو بالی بکشنن سرف شد تندرستی و جلان بریار دان جروج 5 ایلونی و دست بگریو بر چی بوده بکن. هفسروکی کنگره جواک دموکراتیک خطیب دجله روزنامه جمهوریت یا ترکیه را گیاند که دی پارلمانتار جی بجداریا وی گریو بکن. دجله گود و صدیاره که دست سرده بکن نو داوی بخون آلوس دست بکن. خطیب دجله دش کرکشادن وزیر نوخوی ترکیه الکان آلاجی وقت نشانی آبی یکی دست نشان کرد و گفت که سرداگرتنا سر آوایا دیتکیشش بود چفتر ساندنه بوده. بریار DPP و کجده کش بزلال کردن رفت شد تندرستی و جلان 5 ایلونی و به 5 اندامین خواه دست بگری و برچی بوده بکن اف یک دناف این پارتیان دا بوجه نقاشه پارتینش بلی DPP یم باکوری کردستانی لنبر بریار DPP یا گری و برچی بونه نرازی بونه خواه آنین زمان. سروکی پارتی دموکرات کردستانی یا ترکیه محمد امین کارداشت بیشه DPP و پارتین هفبشن وی شاشی دکن و اف بریار نبریار که جی دویه. سروکی پارتی سوسیالیست یا کردستانی مسعود تکجی گفت که روز یکی ایلونی روز آشتی جانی د اولهیوی بون که بانگو روستانون شر باتا کردن. گوری پارتی دستلادار آکپیجی هرچی قصد میلیونن امزاج با آزادی و جلان هات بکم کردنجی تشتا هری پدوین کردان پیه ماف و آزادیه و افجی به دستی وان دیواره دایی. سردوزگری کبر استانبولی بسبب اندامتیو جماعت گولن درق 35 روزنامه‌وان دا بریار بنچف کرنه دا هات را گیاندن چند نویسکار و روزنامه‌وان جی دنو دا 18 روزنامه‌وان هی بری درکتنا دروای والات به بریار دوزگری نه روزنامه‌وان هاتن بنچف کرن و لیگری نه 8 روزنامه‌وان جی بدوان دکه. جیگری سروکی آمریکا جو بایدن سیبیل که تابوخ بتلفونیت گر سروکی ریما کردستانی مسعود بارزانی را پیوی. جو بایدنش بو ریبرتیو بارزانی و سر بگریا کردان یا شر دجی دایشی سپاسیاوی کرد. جیگری سروک پشگریا بردوام یا آمریکا بو ایراق یگرتی فدرال و دموکراتیک روبری بارزانی کرد و داخوزا هفکاریو نزدیک حکومت ایراقی و حکومت ریما کردستانی کرد.
دو پیر جگری برپرسی مالبند سلیمانی یین که زیاد جباری دخواست کرد که بوچاره سر پرزگریکن سیاسی ین حریم کردستانی سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی سردن سکرتاری گیشت یین که جلال طلبانی بکه پشتی چاره سری بجیشکی یال اروپای سکرتاری گیشت یکتیا دشتیبانی کردستانی جلال طلبانی جاره کردن وگریا دابشون بریا نخوشی طلبانی میوانداری گلک جوین سیاسی و جواکی کریه جگری برپرسی مالبند سلیمانی یین که دخواست کرد که دوی رفشی اگر بارزانی سردن امام جلال بکه دی پرزگریک بین چاره سر کرن اوی هر و راگیاند که پرانیا خلق کردستانی جی همان دخوازاوی دکن او جی دخوازن بارزانی و طلبانی هفته ببینن 15,000 ترم ده هفته و دو نوچه جدا دا هر یکش عراق و سوریه دا هاتنه دیتن او نوچه جیر کنترول دایشی بون و کمکجی سردست وان پیک هاتیه باجار شنگال جی یک جوان جیان بو خلقن ور هفر دادن که ترم ناسن خواه ناز بکن لی پیویستی تستن دینکا هیه او یک جی پیویستی بالیکاریا نو دولتی هیه دایش جیتی را در باز به بی نمرن الدو خواده هیله توانین دایشی هین جوان دیارن و برچمن لی هین دنجی و شارتینه لیکولیدک اشکره کرد که نزدیک هفته و دو دوران سوریه و عراقی که جیر کنترل دایشی دابون گورن کم هاتنه و دیتن 15,000 لاش هاتنه و شارتن تی پیش بینی کرن که گورن دن وارن دیتن اوجی دمو دورن دنش دست دایشی وارن ستاندن تایبتی پشتی راگیاندن اپراسیونن آزاد کردن هر یک جرقا و موصول هر دو باجارین سرکه ین دایشی وان روشان جای شنگال زیدتری 100 لاش هاتنه دیتن که ازدی بون اول سر اول هاتن کشتن دایشی کشتن و ازدیان سربلنده و پروپاگانداین دجیوان بلافت که مزنترین کمکجیان وان جیل کامپا سپایکر و تکریت بو که 1500 آفیسیرین شیعی کشتن هروا کریستیان جی شرزاین سوری و عراقی پیش بینی دکن که پشتی وگراندن دورانش دست دایشی گلک گور دیوارن ودیتن و دیوارن بلگه کرن هزین انجمن لشکری یامن بیجی زندان که دایشی دیدن کاش بوج نان داد بکارانین اوج اودین بچوک هر و آلوین اسکنچه جیتی دابون پیک داد فرماندار که انجمن لشکری یامن بیجی دبیجد ناو زندان دایشی دا وان درمانین دجی آوزبونا جنان دیدنه وان جنان نقصان دکرنش علی جنسی و تشتی عجیب کارتانین و اف زندان و شرطی بو و پر دجوار بو دیتناوی 12 طبقه دامن بیج علی هزین سوریه دموکراتیک و هات کنترل کرن و دایش بیکجاری لبی باجاری نما روزانه کریارین دایش و بلگین سرویر خستن ادنا باجه دا این دیتن ادیل گوروان دیمنان حتی نه تری خستن که تندراف نگیشته آستا زور داینا دایشی هفته بوری آژانس که نوچن یا نزدیکی دایشی را گیاند که بردف گیری خستن ابو محمد الادنانی الحلبی هاتیه کشتن وزارت پاراستان دولت یک بوین آمریکا پنتاگون جی داخلین یک بلاف کر او تیدا گود که بالافرین شیرین آمریکا یریش بردن الادنانی لیف حتی نان نکارن پشتراز بکن که افمریه یان فلتیه الادنانی ایدلی با سوریه و اف دمک دیجه که یک فرمان داین دایشیه او بری نو القاعده بویه باشه جی دا آوکرنا دایشی دا جی کرتیه دولت یک بوین آمریکای 5 میلیون دلار خلات دانی بو جبو سری الادنانی جارا داوی دنگه که الادنانی هاته بو بلاف کرن که گازی دکر مسلمان روژاوا آنگو اوروپا و آمریکای یریش بکن دنگو باسنجیانی نونری تایبت یه نتوان یک بوی بو سوریه ستفن دمستورا پیشمی جنیو ریش دوچگیان را گود که او ده پروسیسا آمده کرنا اینیسیاتیو که نویا سیاسی نه لیوی هرگلین دن ندان وی دیار کر که او اینیسیاتیو دی آلیکاریا جواتا گیشتی یا نتوان یک بوی بکه که جوینا 13 ایلونی دا که شین هی شعبی سوریان ببینه و بی دیار کرد که اینیسیاتیو دی آلیکاریا جواتا گیشتی یا نتوان یک بوی بکه دمستور هر وقت دیار کرد که جوینه که آستا بلند یا سر سوریه دا 21 ایلول جواتا گیشتی یا نتوان یک بوی دا نیویورکی اواره کرد وزیر دروی آمریکا جون کری و یه روسی سرگی لاوروف هفتیو بوری ژنو رجوی بون و کریزا سوری گوتو بیش کرده بود تابی که وان پیشوا چون تفدیدن خود راگیان دو بوجی وان نکاره بو بگیشتار کفتنه که داوین پشتی البجارتنه که دست پیکه بو جی سکرتاری گیشتی یه دتوان یک بوی بربجری پرتغالی آنتونیو گوترس دی پیشا بربجری یه دندایه پشتی نه سالان پستا خود سکرتاری گیشتی یه دتوان یک بوی بانکی مون داویا ای سال را دباوی تمام دبه و کسی که ددو که سکرتاری گیشتی ته البجارتن بوگرته داشتونا بانکی مون 12 بربجیر 12 ولاتن جدان بوی پستی خواهد بربجیر که 5 جدان وان جنن
ایرانی روز چهارشنبه بانک ترکیه کرد داکو بلز داویل اپراسیون خواهین لشکری بینه ین باکوری سوریه. ایران بانگوازی خود داواد بینه که او اپراسیون اگر به دوام ببن دیتنی ناکوکیان کرتر بکن. وقتی زانین همین روز چهارشنبه روسیه جی داخواست ترکیه دکه داکو کردان گروپ دنی شهری داشت دکن نکه آرمانجا بمب بارانه خو. وزارت پرورده حریم کردستانی در بازی زلال کرده پاشروج دبستان سرب جماعت گولان و دخینیک دا. دخینی دا تی گوتن ام دستوری نودن که ریخستنه که ترکیه و که تروریست دیتن حریم کردستانی پرورده بده. بدف که کبت حریم کردستانی وا گوته بو و که وزارت پرورده حریم کردستانی برای چند روز جان را گیاند ام دبستان نگرن لی امی دوری وزارت بکن. ام دوی مجاری دا سوزید نخوندکار و مالبت وان باندوره که نهینی دل خوندکاران نبه. سرو که حریم کردستانی مسعود بارزانی بیشتری تبخیل ترکیه دخیان دو بکده تفدیدن آن دا مجاری دبستان نزدیکی تفگیرا گولان جی آتن گودو بیش کردن و دیار کربو. آلیان سرچار سری که لحف کردنه که زیان نگیجه خوندکارین حریم کردستانی. گور آگاداریان دزگین پرورده بسر تفگیر و فتوله گولن حریم کردستانی 22 سالن کار دکن و 15,000 خوندکارین وانهنه. گداری نیجا او بو وشانا دنگ و بحث نفتی که شر چار پرچین کردستانی و کرد دیاسپوری هروا نوچین نونتوی. اجاره که دن هفتیاتی دیسال سروی نو نشانی بنجاما نوچین هفتی که امی راستی هبین. آمده کار او ریوبرا بردمای یا دنگ و بحث نو یا رادیوی ریا تزه بیلس ترکیه. حتی نیوشانا نو 2 مینوت نو خیر و خوشیده.